یک هنری در قدیم ایران بوده به اسم هنر ایکات. ایرانی‌ها بلد بودن یه دار قالی درست می‌کردن به صورت مثلث، مثل این دلتاهای هواپیمای دلتای امریکایی یا مثلا لوزی. وقتی که قالی رو با پشم می‌بافتن از روی دار باز می‌کردن، این دیگه شکلش عوض نمی‌شده، همینجوری میمون. پشت این تسمه می‌بستن، اینو به تنشون می‌بستن، کایت درست می‌کردن، می‌رفتن از رو سقف قلعه بابک می‌پریدن، دشمنا رو با تیر اون زیر می‌زدن، بعدم دور می‌زدن می‌رفتن دوباره تو قلعه بابک می‌شستن. یعنی هیچ وقت نمیتونسته دشمن نفوذ بکنه به اون قلعه. وقتی ایران به وسیله دشمنان فتح میشه، میگن آدم روی زمین راه میره و شیطان روی هوا راه میره. دستور میدن در طول 3 سال تمام ایکاتکارای ایران قتل عام بشه و این سند برای همیشه از ایران میره. فرزندان ایکاتکارای ایران برای اینکه نسل خدمتگزاری علمی پدرشون رو زنده نگه دارن، در 15 روز اول پاییز که فصل باد در فلات ایران بوده، میان توی دشت بادبادکایی رو به همون شکل به پرواز در می آوردن. تعداد دنباله هایی که پشت بادبادکشون میبستن یادآور تعداد سالهایی بوده که اعضای خانوادهشون یا هنرمندان خانوادهشون در این هنر نقش داشتن. خب ما کدوممون اینو میگیم؟ خب برای اینکه من باید غریبه باشم با خودم، من نباید قصه خودم رو بدونم.